Тазаладык, шкатулкаларны көчүрдүк. ما اینجا را پاک کردیم. قبط انداوه را کندیم، تدریجاً به برقرار کردن شروع کردیم. اما از جانب دولت یاری نیست. چند ماه پیش اینجا نقطه عوضی روغنی ماشین عمل میکرد. بعد از مناقشه مسلحانه در مرز از این نقطه پردرآمد چیزی باقی نماند. Өзүңөр бузуп тазалап, өзүңөр به ما گفتند که خودمون اطراف را تازه کرده به کارهای برقرارسازی پردازیم. من برای فروش با ارزش 2 میلیون سام بار داشتم. با قرضهای پیشینم 2.5 میلیون سام می شود. قرض دهندگان پول را طلب دارند، باید برگردانند. این بینای دو آشیانه به توردلی گپروف تعلق دارد. در آشیانه یکم آن فروشگاه و در آشیانه دوم داروخانه جایگیر بود. برای وسیع کردن کار تجارت صاحبکار $15,000 قرض گرفت. میخواستیم اینجا را شویم اما برق نیست. چیکار کنیم؟ پس از این حادثه بانک راضی شد مهلت بازگردان قرض را باز دارد و به او امتیاز داد. بنابر آمار رسمی در دهه ارکه 28 انشاءات صاحبکاران سوخته است. صاحبکاران بیش از یک ماه منتظر کمک از حکومت بودند. در نوبتی اول ما ساختمان خانه‌های ویران شده را بررسی می‌کنیم. مهلت دقیق برقرارسازی معلوم نیست. بعد از انجام ساختمان خانه‌ها برای بنا کردن انشاءات صاحبکاران یاری رسانیده می‌شود. ساختمان 8 انشاءات اجتماعی راهی که به دهه‌های ویران شده میبرد بر دوش حکومت است. اما خانه‌های ویران شده را طور مقامات میگویند حکومت برقرار نمی‌کند. ساختمان 36 خانه را شرکت‌های ساختمانی بر عهده گرفتند. 136 خانه دیگر را یک شرکت ترکی که از آن نام برده نمی‌شود خواهد ساخت. دولت کارهای نقشه‌کشی و خریطه‌سازی را به انجام رسانیده است. در تاجیکستان برقرارسازی خانه‌های از جنگ آسیب دیده در آستانه انجامیابی است. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت به مکان‌های آسیب دیده رفت و گفت که تنها کارهای آرایش و رنگ و بار داخلی خانه‌ها باقی مانده است. در جریان مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان 55 خانه ویران شد.